بیش از 20 روز می شود که در ولایت سوخت جمع‌آوری حاصل شالی آغاز شده است. خونوچین شالی اساساً در شهر و ناحیه‌های باباجان، غفروف، اسفره و پنجکن با مرام ادامه داشته. دهقانان این منطقه تا امروز بیش از 11,000 تن شالی استحصال کردند. حالا در میدان‌های شالیکاری ولایت نوع‌های شالی پیشپزک، میانه‌پزک و دیرپزک برای درو آماده شده است. دهقانان باشند با استفاده از باد و هوای مساعد برای بی‌تلف جمع‌آوری کردن حاصل شالی کوشش می‌کنند، زیرا شالیکاران شهر و نواحی ولایت از کشتی امساله حاصل فراوان را انتظارند. صبح امروز سنه 10 اکتبر از سرایاسی کشاورزی ولایت سوخت به ما اطلاع دادند که سال جاری در همه شکل‌های خواجگیداری در میدان 9280 گکتار کشتی شالی گذرانده شده است که این رقم در مقایسه به همین دوره سال گذشته 82 گکتار زیاد می باشد. بنا به اطلاع کشاورزان سال جاری در میدان‌های کشتی ولایت نوع‌های برنجی کنجه، دیوزیره، ریگر، نوکس، آوانگارد و سرازم به راه مانده شده است. تاکید گردید که حالا خونوچینی حاصل شالی وابسته از وضع باد و هوا در دیگر میدان‌های کشتی شهر و نواحی ولایت مرحله به مرحله آغاز می شود. طبق معلومات آماری به سنه 1 اکتبر سال جاری جمع‌آوری شالی 10,517 تن شالی استحصال کرده است که نسبت سال پیشین 976 تن زیاد می باشد. این اساساً در شهر و ناحیه‌های باباجان، غفروف زیاد از 1400 تن، اسفره 264 تن و پنجکن زیاد از 9700 تن جمع‌آوری شالی گذشته شده ایستاده است که این جمع‌آوری با مرام ادامه دارد. جمع‌آوری حاصل شالی از دهه آخر ماه سپتامبر آغاز شده تا دهه آخر ماه اکتبر ادامه می‌کند. طبق معلومات‌های آماری تا امروز کشاورزان ولایت بیش از 10,000 تن شالی استحصال کردند که این رقم در مقایسه به همین دوره سال گذشته 976 تن زیاد میباشد. سراسر کشاورزی ولایت من بعد نیز فعالیت خود را برای تامین رشد من بعدی ساحه بلند برداشتن سطح تامینات اهالی با محصولات استحصال خودی و بهره عملی گردانی دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت با استفاده از همه ذخیره و امکانیات‌های موجوده برای عملی سازی سیاست اگراری مملکت تدبیرهای ضروری و سریع را عملی می‌نمایند. پیشگویی می شود که سال جاری کشاورزان ولایت تا آخر موسم استحصال شالی را به بیش از 50,000 تن رسانند. بنا به اطلاع مسئولین سرایاسی کشاورزی اگر حاصل شالی بی‌تلف جمع‌آوری کرده شود احتمال در بازار هم نرخ برنج نسبتاً ارزان‌تر می گردد. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه خبر.